الان 953 روزه که پدر من بازداشت شده و من و خانواده‌ام از وضعیت اون بی‌خبریم. که پدرم کجاست؟ برای چی اون رو بودید و با اون چه کردید؟ و فکر میکنم که دانستن حقیقت حق ماست. Ebrahim Babai Zaidi was born in 1966 in Sari, a city in north of Iran. Ebrahim was first arrested in 1983 at the age of 17 for possessing banned books and pamphlets. He spent 16 months in Sari prison. He then joined the front lines of the Iran-Iraq War, where he sustained injuries that left him with a 45% disability. After the war, he earned a doctorate in veterinary medicine at the University of Tehran. Though he went on to form a family and had 2 girls, he remained active and involved in various protest movements. He joined the protests that followed the security forces' brutal attack of the Tehran University dormitory in July 1999 and the post-presidential election protests of 2009. He gave interviews to foreign media. Ebrahim Babai was arrested again on February 7, 2010 at his workplace in Tehran for participating in demonstrations. He was transferred to Security Ward 240 in Evin prison. In an audio message sent to his daughter, he detailed the threats and pressures he faced during his interrogations. بعضی اوقاتم می‌بردن زیر زمین 240 که یک به اصطلاح سالن بسیار بزرگی بوده. اونجا به اصطلاح بدترین برخوردها و توهین‌ها و اهانت‌هایی که همون آویزون کردن به سقف پنکه سقفی صنعتی که به سقف همون زیر زمین بود با سرعت بالا اینا روشن می‌کردن و می‌چرخید به حدی که آدم فکر می‌کرد رو از بدن داره جدا میشه و بالا می‌آورد. اینا یه همچین برخوردهایی می‌کردن و بعد می‌آوردن پایین، بعضی اوقات با کابل و شیلنگ و اینا به صورت وحشیانه به جون آدم میافتادن و شروع میکردن بزدن، در صورت که ما چشمون بسته بود، دستامون بسته بود و هیچ گونه به اصطلاح حرکتی نمیتونستیم بکنیم و دفاعی نمیتونستیم از خودمون بکنیم. اینا شکنجه هایی بودش که تو 240 تو سال 88-89 نسبت به من و افراد امثال ماها اونجا صورت گرفته که و حتی در بعضی از اتاقایی هم تو همون طبقات داشتن برای بازجویی که وقتی اونجا می‌بردن برای بازجویی اینا می‌گفتن ما کسایی را آوردیم اینجا که و سر به نیست کردیم که حتی کسی نمیتونه، ما اونا رو دستگیر کردیم و حتی خانواده هاشون هم از سرنوشت اونا هیچ گونه آگاهی ندارن و شما هم حتی خانواده هاتون نمیدونن که ما دستگیر کردیم. مطمئن باشید که همین بلا رو سر شما خواهیم آورد اگر بخواید همکاری نکنید. In September 2013, Ebrahim was released from prison after serving 4 years and enduring 74 lashes. However, the authorities had brought new charges against him for having signed protest statements and given interviews to the media while in prison. As a result, he was sentenced to 5 years in exile in Bandar Abbas prison suspended. They also opened another case against him and sentenced him to 74 lashes in 2018 for standing up to the morality police agent who was rude to his daughter, who was summoned for taking off her veil. This meant that his prison sentence would also be implemented. To avoid prison and lashing, he went into hiding for 3 years and finally decided to leave the country in December 2021. پدرم 2 پرونده باز داشت و مثل هر انسان دیگه دلش نمی‌خواست برگرده به زندان. راهی براش نمونده بود به جز اینکه یا از اینا خارج بشه یا اینکه مخفیانه زندگی بکنه، یک مدت رو بتونه تصمیم بهتری بگیره و خب پدرم این راه رو انتخاب کرد و اون زمانی هم که مخفیانه زندگی میکرد با موانع زیادی خب روبرو میشد و از طرفی خب پدر جانباز هستن و به خاطر شرایط جسمی که داشتن که این شرایط جسمیشون همیشه واسه نگرانی ما هم که خانواده‌اش بودیم میشد، نمیتونست تحت درمان قرار بگیره. یعنی اگر یه وقتی مشکلی براش پیش اومد مثل هر انسان دیگه‌ای که حتی جانباز هم نیست، یه دفعه یه مشکلی براش پیش اومد، امکانی که به دکتر مراجعه بکنه رو نداشت و این وضعیت خیلی برای ما نگران کننده بود. امکان کار کردن نداشت، منبع درآمدی وجود نداشت و دیگه چاره‌ای نداشت. تصمیم گرفت که یا بعد میموند و میرفت زندان برای اینکه به احتمال خیلی زیاد به زودی دستگیر میشد و یا اینکه از کشور به هر شکلی که هست خارج بشه و این تصمیم رو گرفت و خودش رو
به مرز ایران و ترکیه رسوند. In his last message to his daughter on December 21st, he informed her that he had reached Maku near the western border of Iran. He also said that he was hiding in a barn with about 20 people and they planned to move towards the Turkish border. After that, his phone was shut off. روز آخر هم وقتی که اصلا راه افتاد به سمت مرز، ما مدام با هم چت می‌کردیم، به من میگفت چه وضعیتی، کجاست و کی قراره برسه. و وقتی که آخرین بار من با پدر تلفنی صحبت کردم، به من گفتش که من در یک روستایی هستم در نزدیکی شهر ماکو و شرایط اونجا رو برای من توضیح داد و گفتش که به محض اینکه مشخص بشه چه زمانی از کشور خارج میشیم، از مرز عبور می‌کنیم، من به شما اطلاع میدم. و گذشت این آخرین تماس ما بود و بعد پیغام‌های من و تماس‌های من بی‌پاسخ بود. یعنی اولش اینترنتش وصل بود، من هرچی پیغام میدادم میرسید ولی جوابی دریافت نمی‌کردم تا همون شب دیگه ساعت پایانی شب نگرانی ما خیلی اوج گرفت و شروع کردیم از هر طریقی که میتونستیم پیگیری کردن که چه اتفاقی افتاده و خب روزهای بعدش با قاچاقچی تماس گرفتیم. کسی قرار بود پدر من رو از ایران خارج بکنه و اون شخص به ما مدام جواب سر بالا میداد و بعد از 3 روز به ما گفتش که پدر شما از مرز ایران خارج شده و در منزل قاچاقچی در روستای مرزی در ترکیه قلبش ایستاده و فوت کرده. من باور کردم اول حرفش رو، علیرغم اینکه خیلی از واقعیت ذهن من به جور بود. من با چندین سوال مواجه بودم که چرا اگر خارج شده پدر به ما نگفته، چرا این اتفاق افتاده، تو چه شرایطی بود، چرا این چند روز تماس نگرفته یا چرا این شخص این چند روز به ما نگفته. سوالات زیادی برای من ایجاد شده بود ولی خب چاره‌ای نداشتیم به جز اینکه حرفایی که اون شخص میزنه رو پیگیری بکنیم. وکیل گرفتیم در ترکیه، یک وکیل ترک، و از اون خواستیم که اون پیگیری بکنه. پیش پلیس امنیت شهر وان رفت وکیل ما، مرزبانی رفت، اون محل‌هایی که این شخص میگفت رو همه جا مراجعه کرد و همه جا به در بسته بود. هم گفتن همچین اتفاقی اینجا نیفتاده و همچین شخصی وجود خارجی نداره. حتی اگر جسدی وجود داشته باشه ما بعد از چند روز متوجه میشیم اگر زیر برف تو کوه هم مونده باشه و جسد میاد اینجا، به هر حال عکسی ازش وجود داره، مدارکی وجود داره و میشه شناساییش کرد. ولی تو اون بازه زمانی هیچ کدوم از این اتفاقها نیفتاده بود و آخرین کاری که این شخص قاچاقچی انجام داد که ما رو خیلی مطمئن‌تر کرد که ماجرا اون چیزی نیست که داره میگه، این بود که با من تماس گرفت و به من یک آدرس داد که اون آدرس یک روستای مرزی بود و اون روستای مرزی 10 دقیقه تا مرز ایران پیاده راه بود و به من گفتش که پدرت اینجاست، جسد پدرت اینجاست و تو خودت باید بیای و این جسد رو تحویل بگیری. و من بهش گفتم که من به دوستانم میگم بیان و اینها و گفتش که نه، فقط خودت باید بری و خیلی اصرار داشت که من شبانه به اون آدرس برم و خب من مسلما نرفتم به اون آدرس برای اینکه احساس امنیت نمی‌کردم و حرفای اون شخص رو هم نمیتونستم باور بکنم و از وکیلمون خواستیم که این کار رو انجام بده. وکیلمون مراجعه کرد به اون مکانی که گفته بودن و اونجا هم از مقامات محلی پرسجو کرد، از مردم عادی حتی پرسید، همه میگفتن که همچین اتفاقی اینجا نیفتاده و همچین شخصی ما ندیدیم و جنازه وجود نداره. Efforts by a Turkish lawyer hired by his family in Iran to locate him were fruitless. و در وهله آخر پلیس امنیت شهربان بعد از همه پیگیری‌هایی که ما کردیم با قطعیت به وکیلمون گفتش که آقای بابایی شخصی با این هویت و با این مشخصات پاش به خاک ترکیه نرسیده و هر اتفاقی که برای این شخص افتاده در ایران افتاده. تو این مرحله بود که ما تصمیم گرفتیم که پیگیری‌هامون رو از ایران شروع کنیم. خانواده من مراجعه کردن به پلیس آگاهی برای اینکه اعلام مفقودی بکنن. البته قبل از اون به دادسرای امنیت و پلیس امنیت هم مراجعه کرده بودن و اونها بهشون گفتن باید برید آگاهی. ولی وقتی مادر من به آگاهی مراجعه کرد و خواست مفقودی پدرم رو ثبت بکنه مانع شده بودن و با بهونه‌هایی که آوردن گفتن که نه ما ثبت نمی‌کنیم و برید از یه جای دیگه از طریق دیگه کارتون رو راه بندازید. که بعداً از طریق خواهران برادرم، عموهای من توی شهر ساری موفق شدیم که اعلام مفقودی پدر رو ثبت بکنیم و بعد پرونده رفت به دادگستری ماکو و توی تمام این مدت که پرونده در جریان بود کوچکترین همکاری با ما نکردن. فقط میگفتن برید خودمون خبر میدیم. هیچ همکاری و هیچ جوابی ما نگرفتیم. پرونده وقتی رفت دادگستری ماکو
و اونجا رسیدگی ها شروع شد که رسیدگی هم نبود ولی پرونده اونجا به جریان افتاد. همینطوری از طرف وکیلی هم که ما در ایران هم یک وکیل گرفته بودیم و ایشون هم به شدت پیگیر بود و مراجعه می‌کرد به دادگستری ماکرو و در تماس بود باهاشون. به وکیلمون هم گفته بودن که صبر بکنید، حالا ما پیگیری می‌کنیم ولی هیچ کاری که لازمه در این جور شرایط برای یک دادگاه مفقود شده انجام بدن هیچ کدوم از اون اتفاقات در رابطه با پدر من از سوی نهادهای مربوطه نیفتاد. و بعد از چند وقت با یک بهانه واهی به ما گفتن که این پرونده مختوم است و ما این پرونده رو دیگه پیگیری نمی‌کنیم. خب با اعتراض ما مواجه شد و اعتراض هم به دادسرای ماکرو ارجاع داده شد ولی اعتراض ما رو هم رد کردن و پرونده رو مختومه اعلام کردن و عملاً هیچ پاسخی به ما ندادن. روزهای اول بود که خانواده به بنیاد جانبازان شهر ساری مراجعه کردن و طی پیگیری هایی که داشتن ازشون کمک خواستن. یکی از مسئولان بلندپایه بهشون گفته بود که این موضوع پیگیری خواهد کرد و چند روز فرصت خواسته بود و بعد از چند روز که خانواده مجددا رفته بودن سراغشون و پرسجو کرده بودن بهشون گفته بودن، در حالی که لحنشون هم تغییر کرده بود، بهشون گفته بودن که این مسئله خیلی پیچیده تر از اون چیزی هست که فکر میکنید و ما نمیتونیم به این موضوع ورود بکنیم. به ما گفتن که پیگیر نشیم. However, after his daughter's interviews and the airing of a documentary about his disappearance, new information emerged. بعد از اینکه من شروع کردم به اطلاع رسانی کردن درباره وضعیت پدرم، افراد مختلفی با من تماس می‌گرفتن. عده‌ای از اون افراد ادعا می‌کردند که وابسته به نهادهای امنیتی هستند و یا در سازمان‌های امنیتی کارمند هستند و ادعاهاشون هم چیزهای مختلفی بود که وانمود می‌کردن که واسه دلسوزی هست که دارن این کارا رو انجام میدن و می‌خوان یک خبری به من بدن و میگفتن که بعضیشون میگفتن که پدر شما زنده است در فلان شهر در یک خانه امنی نگهداری میشه. یکیشون میگفتش که من یک روز در میون پدرت رو میبینم و نگرانش نباش، حالا جسمش خوبه. دیگری حتی تا این حد پیش رفت که به من گفتش که من با شرایط فراهم کنم که پدرت با تماس بگیره و با من در یک روز مشخص و یک ساعت مشخص قرار گذاشت که من شرایط رو فراهم کنم که تو میتونی با پدرت حرف بزنی در این ساعت. و خب من علیرغم تمام بی‌اعتمادی که نسبت به نهادهای امنیتی داشتم، به خاطر اون نگرانی و شرایط روحی که درش بودم ترجیح میدادم که باور بکنم این حرف رو و امید داشته باشم به اینکه من بالاخره میتونم صدای پدرم رو بشنوم و هرگز اون شب رو نمیتونم فراموش بکنم. خب مسلما این اتفاق نیفتاد و پدرم من تماس نگرفت و اون شخص هم بعداً دیگه ارتباطش رو قطع کرد، ولی من هیچ وقت اون انتظاری که اون شب کشیدم رو فراموش نمی‌کنم و فردای اون روز من احساس کردم یک بار دیگه پدرم رو گم کردم و نمیتونم توصیف بکنم که چه شرایط وحشتناکی بود، چه جنگ روانی رو راه انداخته بودن. Shima received messages about where and when her father was last seen. و وقتی که گزارش پدر من در تلویزیون BBC منتشر شد، چند روز بعدش یک نفر تماس گرفت با شبکه BBC و با دوستان خبرنگار من اونجا صحبت کرد و بهشون گفتش که من یکی از مسافرانی بودم که همراه آقای بابایی بودم و ما همگی بازداشت شدیم و یه سری اطلاعات به اونها داد و ازشون خواست که ارتباطش رو با من وصل بکنن و من توی همون تماس اول با نشانه هایی که وجود داشت و این شخص به من داد متوجه شدم که پدر من اون روز بازداشت شده به همراه چند تن دیگه که 3 نفر از اونها ایرانی بودن و چیزی که برای من خیلی عجیب بود و خیلی من رو تو وحشت بیشتری فرو برد این بود که این شخص به من گفت اون روزی که اینها بازداشت میشن همون قاچاقچی هایی که بعداً روسا با من جنگ روانی کردن و به من گفتن پدرت مرده در اون صحنه بازداشت حاضر بودن و به من گفتش که قاچاقچی ها خودشون ما رو فروختن. بعد از که اینها بازداشت میشن به مدت 24 ساعت در یک بازداشتگاه این 3 نفر ایرانی همراه هم دیگه بودن که پدر من یکی از اونها بود، یکی این آقای بود که تماس گرفته بود و یک آقای دیگه و توی اون 24 ساعت با هم بودن و بعدش نهادهای امنیتی میان سراغشون
این 2 نفر رو منتقل میکنن به زندان ماکو و این میگه آخرین چیزی که من شنیدم این بود که ماشینی که اومد و دنبال پدرت و پدرت رو با خودش برد، یکی از راننده ها به دیگری گفتش که ما به زبان ترکی گفته بود که داریم میریم عمومیه و این آخرین چیزی بود که اون شخص دیده بود. و خب جزئیات رو به صورت کامل برای ما توضیح داد، یه سری مدارک داد بهمون، یه سری آدرس به ما داد، شماره تماس اون اشخاصی که قاچاقچی بودن رو داد، محلی که درش بازداشت شده بودن، کلانتری که رفته بودن، پیش بازپرسی که رفته بودن، همه اینها رو به من معرفی کرد و خیلی به من کمک کرد که من بتونم اونها رو راستی آزمایی هم بکنم. خب به هر حال ساده هم نیستش که هر کسی از راه میرسید و گفت این اطلاعات من میخوام بپذیرمشون. من شروع کردم تحقیق کردن راجع به اون اطلاعاتی که میده، آدرس هایی که میگه، از طریق وکیلمون، از طریق دوستانمون در ایران و متوجه شدیم که تمام اون چیزهایی که ادعا میکنه، اون مکان‌ها وجود حقیقی دارن. اون اشخاصی که اسمشون رو به من گفت که دخیل بودن در این امر دستگیری، اونها رو اسمشون رو به من داد. همه اونها همین الان هم در حال خدمت هستن در دادگستری و دادسرای ماکو و در پاسگاه مرزی که اینها رو برده بودن. و خب اونجا بود که ما با توجه به نشانه هایی که پیدا کردیم و چیدن حقیقت کنار هم و عدم همکاری دستگاه های امنیتی و فشارهایی که به من، به خانواده‌ام وارد کردن در این مدت، به این قطعیت رسیدیم که همونطور که فکر میکردیم پدر من بازداشت شده و نمیدونیم بعد از اون چه باهاش کردن، چه اتفاقی براش افتاده و این بزرگترین سوال است. Ebrahim Babai is not the only dissident who has disappeared. Since the establishment of the Islamic Republic, thousands of citizens have disappeared, of which at least 522 cases have been registered with the UN Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances. Most of these cases were not in the news or are not in the news anymore, but their families cannot move on until they know what happened to them. The fate of Ebrahim Babai remains unknown.